دارم لحن سلیسی دارم بنگر چه حالی دارم قصد جدالی دارم من شور و حالی دارم تقدیر و فولی دارم در سر هوایی دارم بانگ صدایی دارم در دل نوایی دارم من نی نوایی دارم صبح پگاهی دارم از نو نگاهی دارم دیده براهی دارم فرخنده ماهی دارم من آفتابی دارم شمشیر نابی دارم روز حسابی دارم خشم و عذابی دارم شیر ژیانی دارم گرز گرانی دارم راز نهانی دارم شوری دجانی دارم من خون فشانی دارم آتش فشانی دارم رستم نشانی دارم دشمن کشانی دارم من انقلابی دارم من پیچ و تاب
کردستان هم اون چی رو که تا الان در پیش گرفتن ادامه خواهند داد و مردم کردستان و خوزستان همچنین همه ملیت ها امیدوارم که هیچ وقت به مبارزه مسلحانه روی نیارن تا نقشه های رژیم رو مثل 43 سال گذشته نقشه برآب کنن. بله عزیزان بیننده، شما میتونید از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون است، از طریق تلگرام در طول شبانه روز پیام ها، ویدیوها و عکس های خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین در زمانی که برنامه زنده هستش میتونید از ما و مهمانان گرامیمون اگر سوالی، پیشنهادی یا نقدی دارید برای ما بفرستید و ما اون رو مطرح میکنیم. آخرین تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید ببینیم تا همراه بشیم با مهمون برنامه امروزمون در استودیو. سرنده از 23 آبان نه جانم شهید نامره، شهید نامره، شهید نامره، شهید نامره. دیش محمدی، پانشما، مرگ بر دیکتاتور. درودهای دوباره من رو پذیرا باشید. یک سری از بینندگان از راه مسنجر پیام دادن که صداتون خوب نیست. امیدوارم این مشکل رفع شده باشه. اکنون همراه هستیم با رفیق زانا سعیدزاده، مسئول پخش تلویزیون کماله و حزب کمونیست ایران، که در مورد آخرین رویدادهایی که در کردستان و در سطح سراسری در ایران روی داده گزارشاتی رو برای ما ارائه بدن و همچنین ارزیابی از انقلاب ایران. رفیق زانا خیلی خوش اومدید. با درود به شما رفیق کانی عزیز و همینطور بینندگان عزیزتون. خب در طول چند روز گذشته همه ایران از دانشجوها، دانش آموزا و مردم معترض در خیابونها بودن و حتی در دانشگاه‌ها میشه گفت که محیط دانشگاه رو به تجمع‌های اعتراضی با شکوهی تبدیل کردن. اما کردستان با سایر نقاط ایران میشه گفت متفاوت بود و بیشتر شهرهای کردستان ما شاهد درگیری‌هایی بین معترضین و نیروهای رژیم بودیم و متاسفانه عده‌ای از هموطنانمون جونشون را از دست دادن. آخرین گزارشات از کردستان از چی حکایت داره؟ رفیق کانی عزیز، همینطور که شما اشاره کردین امروز باز هم انقلاب ایران، مردم ایران جریان داشت و همونطور هم که گفتین در کردستان حال و هوا یه جور دیگری هستش. چند روز پیش مردم مهاباد، بوکان
روزهای خونینی رو سپری کردن و دیدیم که در تشییع جنازه جوانان انقلابی بازم به خیابون‌ها می اومدن و این خیزش ادامه داشت و این یک پیغامی رو به سران دیکتاتور رژیم جمهوری اسلامی میرسوند که با کشتار، با سرکوب کردن شما نمیتونید صدای مردم رو خاموش کنید، شما نمیتونید که این خیزش رو سرکوب کنید. امروز هم مردم مهاباد در مراسم خاکسپاری جوان جانباخته آزاد حسینپور بود اگه اشتباه نکنم و اونا امروز هم دوباره شعارهایی رو دادن، شعارهایی که بسیار رادیکال بودن. یکی از شعارها که توجه منو به خودش جلب کرد این شعار بود که کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری. و این نشون میده که مردم کردستان به دنبال این هستن که این تاکتیک رژیم که یک تاکتیک سوخته هستش رو خنثی کنن و این هم یک پیغامی بود بازم به رژیم که شما با این تاکتیک تجزیه طلب بودن و اینا نمیتونید انقلابیون رو جدا کنید از هم و اونا رو به راحتی سرکوب کنید. و امروز در دیوان دره ما دیدیم که مردم به خیابونها اومدن و سرکوب و تیراندازی در دیوان دره هم همچون مهاباد بسیار شدید بود و خبرهایی در مورد جان باختن چند نفرم در دیوان دره منتشر شد. ما به دنبال تحقیق این خبر هستیم. در دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم امروز دانشجویان شعار دادن، اعتصاب کردن و فریاد آزادی آزادی رو صدا می‌زدن. در شیراز نیز امروز مردم به خیابون‌ها اومدن. حتی یک ویدئویی منتشر شد از شیراز که ظاهراً یه جوانی با ضرب گلوله جونش از دست داده بود و جان باخته بود و مردم داشتن جسد اونو حمل می‌کردن و اون نشون از این میده که شهر شیراز هم امروز بسیار فضای ملتهبی رو داشت. از یک طرف دیگر ویدیوهایی منتشر شد از تهران که مترو اطاعت شهر با سلاح ساچمه‌ای به سمت معترضان که در اون ایستگاه مترو تجمع کرده بودن تیراندازی کردن و شخصی رو نشون میداد که با برخورد یکی از گلوله‌های ساچمه به چشم زخمی شده بود. در کل اینو بگم که اینترنت در ایران هم بسیار ضعیف هستش و بسیاری از شهرها امکان اینو ندارن که ویدیوهای خودشون رو به دست ما و دیگر رسانه‌ها برسونن و تبادل اطلاعات از ایران به خارج از ایران بسیار به کندی صورت میگیره. ما داشتیم خبرهایی رو که مال یک روز و 2 روز گذشته بوده و تازه ویدیوهاشون به دست ما رسوندن و اون نشون میده که وضعیت اینترنت در ایران بسیار وضعیت اسفناکی هستش. بله، شما اشاره کردین به اینکه در مترو تهران با گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم و معترضین شلیک کردن، اما ما در طول چند روز گذشته و همونطور که اشاره کردین امروز در شهرهای مختلف کردستان روزانه معترضین زیادی با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جونشون را از دست میدن و کاملا آگاهانه شلیک رو به گردن و از سر رو به اونجا شلیک میکنن که معترضین در دم جونشون را از دست بدن و متاسفانه ما شاهد هستیم که خیلی از این عزیزان جونشون را از دست میدن. دلیل این خشونت عریان در کردستان چیه به نظر شما؟ ما همیشه یه جمله معروف داریم، میگیم که کردستان سنگر انقلاب بوده و هستش و اصلا کردستان اعلام ضدیت با رژیم و سیستم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو از همون روز اول روی کار اومدن نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده بود و الان 43 ساله که کردستان، تمام مردم در کردستان، احزاب در کردستان در سنگر مقاومت و مبارزه هستند. رژیم بسیار ترسدار از کردستان، این یک واقعیتی. یکی از دلایلش اینه که سطح آگاهی مبارزاتی مردم در کردستان بسیار بالاست. دلیلش هم تجاربیه که در گذشته داشته و احزابی هم که در کردستان فعالیت دارند. از یک طرف دیگر مبارزه طبقاتی و کارگری در کردستان بسیار قدرتمند هستش. ما یک خبری منتشر شد که محمود صالحی از فعالین کارگری خوشنام سقز دیروز به منزلش حمله کردن دیشب و این نشون میده که رژیم چقدر میترسه از فعالین کارگری، از جنبش کارگری در ایران.
به نظر من این خشونتی که الان رژیم داره به کار میبره در کردستان به دنبال این هستش که ابتدا این خیزش انقلابی رو در کردستان سرکوب کنه، اجازه نده که شعارهای رادیکال همچون زن زندگی آزادی که از کردستان سراسری شد، شعارهای دیگه رادیکال هم از کردستان سراسری بشه، مردم رو به خاک و خون بکشه تا اونا بترسن و به خونه هاشون برگردن. اما رژیم در یک خیال باطل هستش، چون کردستان 43 ساله داره خون میده، داره مبارزه میکنه و به هیچ وجه گلوله و حتی توپ و تانک و اینا هم نمیتونه مردم کردستان رو سرکوب کنه. اینو من به گواه تاریخ دارم میگم. برای همین رژیم سعی داره که، البته یک دلیل دیگه ای هم داره، این هستش که مردم رو وادار کنه که اونا هم دست به اسلحه ببرن و بگه که اینا احزاب حالا به گفته رژیم تجزیه طلب اینجا هستن، دارن ایرانو به سوریه تبدیل میکنن و با این تاکتیک مشروعیتی برای کشتار در کردستان و مابقی ایران برای خودش بگیره. ولی همینطور که گفتم این یک خیال باطل هستش و قطعا رژیم در انجام این تاکتیک حتی با کشتار بیشترم شکست میخوره و جرقه این انقلابی که از کردستان شروع شد نه فقط در کردستان ولی در کردستان با قدرت بیشتری ادامه داره و من مطمئنم همچون شعار زن زندگی آزادی، شعارهای رادیکال تری مثل نان کار آزادی، آزادی و برابری، آزادی زن، آزادی جامعه است و شعارهای از این دست قطعا سراسری خواهد شد، همچون هرچند الان هم این شعارها گفته میشه در شهرهای دیگه ایران و رژیم قطعا چیز زیادی به عمر ننگینش باقی نمونده. بله، من در اول برنامه یک مطلب خیلی کوتاهی از دکتر کامران متین خوندم، این که خواسته بود که امیدوار بود که مردم کردستان و احزاب مخالف رژیم که دست به اسلحه نبرن به بهانه اینکه خب تجزیه طلبی و اینا رژیم میخواد این همونطور که گفتین سرکوب کنه مردم کردستان، یا حتی توپباران و موشکباران و مقرات احزاب مخالف رژیم در اقلیم کردستان رو. به نظر شما اگر رژیم بخواد با این بهونه یه جنگی به مردم کردستان تحمیل کنه، این انقلاب و مردم کردستان چی در انتظارشون است؟ اینو من در برنامه گذشته هم در موردش صحبت کردیم که نه رژیم نه مردم از تمام توان خودشون استفاده نکردن، اما اینو میدونیم که توان مردم بسیار بیشتر هستش. این توان در کردستان به خاطر همینطور که گفتم تجربه مبارزاتی و آگاهی مبارزاتی که دارن قطعا بیشتره. احزاب به نظر من بسیار هوشمندانه تا الان عمل کردن. ما دیدیم که 2 بار مقرات احزاب رو در اقلیم کردستان تو باران و موشک باران کردن، با پهپادهای انتحاری به اونا حمله کردن، اما جوابش رو در داخل خیابونها گرفتن. بلافاصله اعتصابات در دور اول حملات رژیم، یک اعتصابات سراسری انجام شد، مردم باز در خیابون بودن. حمله دوم که انجام شد بازم مردم بیشتر در خیابونا بودن و به نظر من احزاب به خوبی اینو درک کردن که دست به اسلحه بردن در این شرایط قطعا دادن یک برگه برنده به رژیم هستش برای اینکه از تمام توان نظامی خودش بر علیه مردم استفاده کنه، نه احزاب. یعنی ما دیدیم که در کشتاری که در سنندج در حدود 1 ماه پیش انجام داد، تمام کسانی که کشته شده بودن و رژیم با مقاله‌هایی در مورد اینکه کشته سازی دارن میکنن، احزاب مسلح هستن، به دنبال این بود که این ذهنیت رو در بین مردم رواج بده، ولی پروژهش شکست خورد. الان هم بازم پروژهش قطعا شکست خواهد خورد. برای همین من با قاطعیت دارم میگم اصل مبارزه توده های مردم هستش. انقلاب به دست توده های مردم انجام خواهد شد و احزاب هم قطعا نقش خودشون خواهند داشت، نقش آگاهگری، نقش سازماندهی، نقش پیشگام بودن و قطعا در این مبارزه کسانی که تعیین کننده هستند طبقه کارگر متحدی هستش که در صنایع بزرگ و حتی صنایع کوچک
متحدانه بتونن چرخهای اقتصادی رژیم رو فلج کنن. برای همین اون چیزی که الان برگ برنده هستش قطعا اسلحه و زور نظامی نیستش، بلکه اتحاد و همبستگی که بین مردم وجود داره و از طرف مقابل این اتحاد و همبستگی اصلا در بین سران رژیم و نیروهای سرکوبگر رژیم وجود نداره. ما ویدیوهایی دیدیم در چند روز پیش که در شهرهای مختلف سرکوبگران بین خودشون اختلاف داشتن، دعوا می‌کردن، از خستگی خودشون در سوشیال میدیا صحبت کردن و از یک طرف دیگر سران رژیم با ابرازات متناقضی که داشتن در شبکه‌های اجتماعی، در مطبوعات و رسانه‌های خودشون نشون دادن که سردرگم شدن، خسته شدن و اینکه تا کی رژیم میتونه ادامه بده به نظر من بستگی داره به اون اتحادی که بین مردم باید وجود داشته باشه، اون سازماندهی که باید بین مردم وجود داشته باشه و به میدان اومدن طبقه کارگر در لباس خود طبقه کارگر به عنوان خود طبقه و الا ما کارگران رو الان در این خیزش انقلابی داریم، اما اون چیزی که من گفتم تعیین کننده است اینه که کارگران به عنوان یک طبقه واحد به میدان بیان و اعتصابات گسترده‌ای رو انجام بدن و مطالباتشون رو با شعارهای مختلف به میدون بیارن و این بسیار مهم هستش. بله سپاسگزارم. اگه موافق باشید آخرین ویدیوهایی که بینندگان عزیز برای ما فرستادن ببینیم، برمیگردیم. درودی دوباره. خب شما اشاره کردین به شعارهای رادیکالی که در کردستان میدن، مثلا خب این شعارها رو سر میدن حمایت از سیستان و بلوچستان، حمایت از خوزستان و ما دیدیم که خب در زاهدان و سیستان و بلوچستان هم در تبریز و خیلی جاها مردم اونجا هم از مردم کردستان پشتیبانی کردن. این پشتیبانی ناشی از چیه که در بین ملیت ها هستش؟ رفیق کانی چند تا دلیل داره. یکیش اینه که همه ملیت ها در ایران دچار یک درد مشترک هستن. این درد مشترک رژیم جمهوری اسلامی و سیستمیه که سرمایه‌داری مذهبی ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده و از یک طرف دیگر ستم ملیتی هستش که از ملیت ها در سراسر ایران داره میره و همونطور که گفتم رژیم به دنبال این هستش که برچسب تجزیه طلب به ملیت ها بزنه، اما ما میبینیم که در کردستان امروز شعار دادن که کرد بلوچ آذری
آزادی و برابری. و این نشون میده که مردم کردستان این درد مشترک رو درک کردن در بلوچستان و میدونن این یک مبارزه مشترک هستش و این مبارزه مشترک قطعاً با اتحاد و همبستگی که باید بینشون باشه به نتیجه خواهد رسید. برای همین به نظر من اون نقطه مشترکی که بین بلوچ‌ها، عرب‌ها، کردها، آذری‌ها وجود داره ستم ملیتی هستش که در طول این 43 سال و حتی قبلتر از اونم رژیم پهلوی بر مردم این مناطق روا شده. بله، خب ما شاهد حماسه‌های میشه گفت ستودنی مردم کردستان هستیم، از مقاومتشون، از و حتی از آمار جانباختگانی که به دست رژیم جونشون را از دست دادن. ما میدونیم که چه مقاومت و مبارزه‌ای در کردستان در جریان هستش. اما رسانه‌های خارج از کشور این مقاومت، حتی این شعارهای رادیکالی رو که در کردستان سر داده میشه اونطور که باید، اونطور که شایسته این مردم مقاوم و مبارزه رو بازتاب نمیدن. دلیل این سانسور رو شما در چی میبینید؟ چند تا دلیل داره. یکیش اینه که این شعارها و پوشش مبارزه مردم در کردستان با اون شعارهای رادیکالی که دارن میدن به ضرر رسانه هایی که تحت مالکیت جریانات سلطنت طلب پان ایرانیستا هستش و اونا نمیخوان اون پوششی که اونجوری که شما گفتیم باید و شاید روی مبارزه مردم کردستان بدن. و از یک طرف دیگر یک ذهنیت شوینیزمی که سالهاست در ایران توسط سیستم داره ترویج داده میشه و قطعاً مبارزه ملیت ها در ایران رو نمیخوان پوشش بدن و اونو یه جورایی حمله به تمامیت ارضی ایران میدونن. و از یک طرف دیگه همون شعارهایی که داده میشه در کردستان، گفتم مردم کردستان مردم آگاهی هستن. این به این معنی نیست که مردم سایر مناطق ایران آگاه نیستن، بلکه این به این معنیه که مردم کردستان تجربه مبارزاتی بسیار طولانی تری دارن. خب مبارزه‌ای که در کردستان 43 سال ادامه داره در شهر تهران قطعاً به چندین سال گذشته برمیگرده و این نشون میده که اونا پوشش دادن مقاومت و مبارزه‌ای که در کردستان و حتی در بلوچستان داره انجام میشه اونو حمله به منافع خودشون تلقی میکنن و وقتی در کردستان شعار داده میشه نه شاه میخوایم نه رهبر، یا شعار داده میشه که حاکمیت شورایی میخوایم ما، وقتی شعار داده میشه که نان کار آزادی، خب قطعا این شعارها در مغایرت داره با خواست سرمایه‌داری که حالا سلطنت طلب‌ها یا جریانات مشابه اونا میخوان به عنوان یک آلترناتیو در ایران بعد از جمهوری اسلامی خودشونو مطرح کنن. به نظر من مهمترین دلیلش همین هستش. بله، خب به عنوان آخرین سال میخواستم ازتون بپرسم که ما در طول 2 ماه گذشته که الان وارد 3مین ماه شدیم در کردستان مخصوصا، در سایر جاها هست اما اونطور که در کردستان هست به چشم نمیخوره. در کردستان خانواده جانباختگان، پدران، مادران، برادران و حتی خواهران موقعی که عزیزانشون رو دفن میکنن در آرامستان ها و یا حتی در خونه هاشون میگن که گریه وزاری نکنید، میگن که راهش رو ادامه بدید و میبینیم که خانواده جانباختگان به یه نوعی به سازمانده تبدیل شدن و دارن مردم رو راهنمایی میکنن، دارن مردم رو سازمان میدن و میگن که این رژیم دیگه باید بره. شما این حس رو که در خانواده جانباختگان مخصوصا در کردستان هست رو در چی میبینید؟ این که خانواده جانباختگان از مردم میخوان گریه نکنن و راه عزیزانشون رو ادامه بدن تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بسیار با ارزش هستش. قبل از هر چیز من اینو باید بگم که بسیار قابل احترام هستش و مایه افتخار برای ما و دلیلش هم خیلی واضحه. اونا زخم خوردن از رژیم جمهوری اسلامی، عزیزانشون رو از دست دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتراض کردن، فریاد آزادی بلند کردن
و رژیم جواب اونا رو با گلوله داده. قطعا این خانواده ها ساکت نمیشن. یک شعاری بود که میگفتن امروز مهسا، دقیقا شعارش یادم نمیاد، فردا از شماست. خب این یک واقعیته، یعنی رژیم بدون هیچ تبعیضی در این مورد سرکوب میکنه و سرکوبش هم وحشیانه هستش، دست به اسلحه‌های جنگی میبره. ما در کردستان خب خانواده جانباختگان در زمان انقلاب سال 57 که احزاب کردستان بلافاصله بعد از اینکه باند خمینی انقلاب و مصادره کردن، دست به مبارزه زدن، بسیاری جان باخته داشتیم. یعنی میتونیم بگیم که در کردستان قطعا بسیاری از خانواده ها، میتونیم بگیم 80 تا 90% خانواده ها خانواده جان باختگان هستن و این تجربه رو دارن و میدونن که باید رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و این سرنگونی با سازماندهی انجام میشه. در مهاباد، در بوکان ما دیدیم که در روزهای گذشته و حتی شهرهای دیگه، حالا چون اینا جدیدتر اتفاق افتاده من مثال میزنم، در روزهای گذشته تشییع جنازه یکی از جانباختگان به یک خیزش انقلابی دیگری منجر میشد و در اون خیزش هم دوباره رژیم دست به اسلحه میبرد و کسانی رو میکشت و زخمی میکرد و دوباره بازم این تشییع جنازه ها تبدیل به خیزش های دیگری میشد. در کل به نظر من رژیم باید اینو خوب بدونه که حتی کسانی هم که تا الان به این خیزش نپیوستن ولی عزیزی رو از دست میدن، قطعاً به دشمن درجه یک رژیم جمهوری اسلامی تبدیل خواهند شد. بله، سپاسگزارم رفیق زانا از حضورتون در استودیو و از اینکه وقتتون رو برای برنامه زنده امشب گذاشتین. سپاس از شما. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامل. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق زانا سعیدزاده، مسئول بخش تلویزیون کامل و حزب کمونیست ایران. از اینکه تا این لحظه با ما بودید ممنونم. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. ایام بکام، به امید پیروزی. خوانه و کسانه دیان کرد لساخه کان زیاتر بنیدی چانیه امر وای گدن دن کل روی لروشلات دلای شکامان سنگرو شکامان هیوایو
detective William. اسمش خزوار غفوری سرباز برخودان بردوامه تکفیر میکنی گلو به جرم انتشار عطر، خط میزنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر، منو به دار میکشی به اتهام یک نفس، پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس. دیوار میکشی هنوز بین چراغ و چشم من، زنجره ها رو میکشی از ترس هم صدا شدن، رگبار میبندی به ماه، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. شکنجه میدی گندم و با سایه دست غضب، حراج میکنی تن مزرعه رو وجب وجب، لاله به حبس میبری شب پر پر میکنی، خورشید و میدزدی و شب رو مکرر میکنی، رگبار میبندی به ما، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های